همه جا رو قبول کردن جز افغانستان. امروز رفته بودم شرکت زیارتی تا احوال بگیرم ببینم که ویزاهای اینا چی خبر شد. بعد بالاخره پاسپورت های من پس دادن، گفتن که امسال قبول نکرده، بری اربعین بریم. فردا روز اربعین هست و از همه کشور دنیا، از آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای اسلامی، همگی جمع میشن برای زیارت همه جا رو قبول کردن جز افغانستان. مردم از ما از پول خرج خانه و از غذای خانواده خود میزنن، پاسپورت بگیرن، نمیدونم پول کرایه را جمع بکنن برن کربلا. مگه ما از دنیا چی میخوایم؟ خدای تو خودت شاهد باش، در کربلا 20 میلیون 30 میلیون نفر تانستن برن، فقط برای مردم ما جای نبود، فقط برای چند هزار زایر افغانستانی جای نبود. عیب نداره، عشق ما به امام حسین کم نمیشه هیچ وقت. پارتی هم نداریم که ما به جاها را بده، خود امام حسین باید هوای ما داشته بشه. فقط کسایی که در حال حاضر کربلا هستین جای مردم افغانستان هم زیارت بکنید، یاد مردم غریب و مظلوم ما هم باشید. سلام حسین رفیق روز سخت.